دوستان سلام. آقا این روزا وضعیت آخوندا دلواپس تو دلواپسه. یعنی یه چیزی اونور خر تو خر و قمر در عقربه. کار به جایی رسیده که خود تیویریشم مجبور شده به ریش هفرنگ ولایت زهرخند بزنه. اینا تماشا کنی. این هفته یه جماعتی بس نشستن اینجا که آقا ما دلواپسیم. ما همه دلواپسیم. یه عده دیگه‌ای کل هفته رو از دلواپسی اینا دلواپس شدن. نشستن و پا شدن و گفتن و نوشتن که اصلا شما چه حقی دارین دلواپس بشین. خداییش آدمیزاده دیگه، گاهی دلش شور میزنه، گاهی دلواپس میشه، دست خودش که نیست. البته همه اینا با فشار و اینجور چیزا حل میشه. با فشار حل میشه؟ اینم شد نسخه که واسه عظما میپیچی. بابا هنوز فشار نیومده، نظام داره 600 تیکه میشه. بعد تو میگی با فشار اینجور چیزا رو حل کنی؟ اگه خیلی ادعا داری یه راه حل عملی بده ببینی. فقط یه چیزی نمیشد اینا وقتی احساس نگرانی کردن یه کسی یا صاحب منصبی رو تو وزارت خارجه دعوت میکردن بیاد از دلواپسی درشون بیاره؟ یا مثلا نمیشد مقامات وزارت خارجه یه توکه پا میرفتن تو گرده اینا و میشستن پای درد دلشون؟ فکر کنم اگه اینجوری باشه خیلی از دلواپسی های گفته و ناگفته کمتر میشه ایشالله. دلواپسی همو بگیر از من. دوستان نکته موشکافی این مسخره بازی تیویریشو داشتید؟ همچی خیلی ظریف مریف هم به دلواپسا زد، هم جماعت جام زهری شیخ فری رو دراز کرد. راستی داستان چیه؟ مگه این دلواپسا سگ و سیله‌های خامنه نیستن؟ پس چرا تیویریش حلواشون نمیکنه؟ این خبر رو ملاحظه کنید تا عرض کنم. قالیباف، رضایی و لاریجانی مثلث حمایت از مذاکرات هسته‌ای را تشکیل دادند. بفرمایید. اینم از آداب و اصولگره های زهر خورده که حالا به صحنه اومدن تا شاید بتونن به دلواپسای قاط‌زده باند خامنه دهنه بزنن و بهشون بگن زور بیخود نزنید، عظما راضیه. همین حرفو امام جمعه های نمره موقت خامنه هم چپ و راست قرقره میکنن. اولا از عزیزان مذاکره کنندمون به عنوان سربازان خط مقدم، همون گونه که رهبری حمایت کردن ما هم حمایت میکنیم. بله. از اون طرف روزنامه های باند کوسه هم به مصداق نعل کردن پشه تو هوا هی میزنن به تیپ و تاپ دلواپسا و نمایشاشون. دومین تجمع دلواپسان هسته‌ای در طول یک هفته. خلوت دلواپسی در میدان انقلاب. تعدادشان کمتر از آن بود که جلوی رفت آمد خیابان انقلاب را بگیرند. این سوال بسیار جدی مطرح است که چطور هم میتوانند ادعای مردم مداری و وفاداری به نظام و کشور را داشته باشند و هم در دشوارترین شرایط سعی در گلالود کردن آب داشته باشند. چطور میتونن؟ این هم شد سوال. خب این مصیبتیه که خود خامنه هم توش گیر کرده. پس فکر میکنه علت این قیقاجای راهبردی سیدعلی واسه چیه؟ خب میترسه دیگه، از له و لورده شدن خط قرمزش میترسه، از جام زهرای زنجیره‌ای میترسه. نکته دوم عبارت از این است که به عزیزان مذاکره کنندمون عرض میکنیم مراقب باشید، کاری نکنید و نکنند که دشمنان هوس کنند از خط قرمزهای ما عبور کنند. دستورهای دیگری را وارد مذاکرات نکنید. بحث حقوق بشر چون زمزمه هایی به گوش میرسد دشمنان ما که بیکار نیستن، رهبری خوب دشمن را میشناسد. فرمود اگر امروز مسئله هسته‌ای را با شما تمام کنند، فردا داستان حقوق بشر، داستان موشک، داستان تروریست، از این مقولات مطرح میکنند. الان زمزمه هایی به گوش میرسد که میگن نه مسائل دیگه هم باید وارد صحنه مذاکرات باشد. ما به شدت
هر گونه اقدامی برای وارد کردن سایر مسائل در دستور کار بحث هسته‌ای را از طرف این ملت و بیان این ملت محکوم می‌کنیم. آقا اینطور که بوش میاد کار نظام داره میکشه به تیکه پارگی و این حرفا، چون هر کی ساز خودشو کوک کرده و ارعر خودشو میکنه. زهر جیگرسوز شنیده بودیم، اما این جیگرسوز نیست، این داره جیگر خامنه رو رنده میکنه. هنوز مذاکره شروع نشده، وضعیت اینه. وای با حال روزی که کار به سرانجام برسه. دی 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 چه شود.